بیانیه مشترک برای اولین بار به جای آوارگان فلسطینی از اصطلاح ملت فلسطین استفاده کردند. اصطلاحی که در اون دوره اصلاً مرسوم نبود. ایران از حامیان جنبش‌هایی بود که در فلسطین علیه اسرائیل فعالیت می‌کردند. پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک توی خاطراتش می‌نویسه که وقتی آقای موسی صدر در لبنان رهبری شیعیان این کشور دست میگیره، مورد حمایت شاه قرار میگیره. حتی سال 1350 میاد تهران و به دیدار شاه میره و ازش درخواست کمک میکنه و شاه ایران هم به درخواستش جواب مثبت میده. یه دلیل حمایت شاه از موسی صدر این بود که میخواست نفوذ ایران هم در منطقه گسترش بده و بیشتر کنه. سیاستی که در قبال جنبش فتح و یاسر عرفات هم پیش گرفت و ازشون حمایت مالی میکرد. البته اینم باید دقت کنید که وقتی امام موسی صدر به لبنان میره و ایران ازش حمایت میکنه، موقعی بود که روابط ایران اسرائیل یه ذره به چالش خورده بود. چالشایی که حالا در ادامه در موردشون صحبت میکنم. ولی نکته جالبم میدونید چیه؟ همین فتح و یاسر عرفات از سازمانهای چریکی و چپگرایی که در ایران علیه شاه فعالیت میکردن حمایت میکردن. امام موسی صدر هم همینطور. هم بهشون اسلحه میرسون، هم آموزش نظامیشون میداد. میدونید به نظر من سیاست شاه و کلا سیاست ایران اینجوری بود که میخواست هر دو طرف رو داشته باشه. هم رابطه با اسرائیلی که در آمریکا نفوذ داشت و شاه هم رابطش با آمریکا نزدیک بود یا میخواست نزدیکتر بشه، هم به خاطر حفظ رابطه دوستانه با اعراب که همسایگان اصلی ایران بودن، ناگزیر بود که از مردم فلسطین هم حمایت کنه. در واقع این سیاست یه جورایی یکی به نعل یکی به میخ بود. حالا بریم که در ادامه بیشتر در مورد همکاری‌های ایران و اسرائیل صحبت کنیم. اسرائیل با حمایتی که از غرب و آمریکا می‌گرفت، پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های اقتصادی و پرورش نیروهای متخصص داشت و همین یه انگیزه‌ای برای شاه بود که اونم دنبال قدرت سیاسی و اقتصادی در منطقه بود. در سال 1347 با هدف تسهیل صادرات نفت ایران به اروپا، شرکت خط لوله نفتی ایلات اشکلون با سهم 50% برای دو طرف تأسیس میشه. این شرکت یه خط لوله 242 کیلومتری داشت که نفت خام ایران رو از خاک اسرائیل بدون نیاز به کانال سوئز در مصر به بازارهای اروپا میفرستاد. اون زمان مسیر معمول انتقال نفت کانال سوئز بود که به دلیل اختلاف مصر و اسرائیل از سمت مصر بسته شده بود. خود اسرائیل هم بخش زیادی از نفت مورد نیازش رو به صورت غیر علنی از ایران وارد میکرد. ولی ایران همیشه در واکنش به اعتراض کشورهای عربی میگفتش که ایران به اسرائیل نفت نمیفروشه. شرکتایی هستن که میان از ایران این نفت رو میخرن، بعدش میرن تو بازارهای جهانی عرضه‌اش میکنن. حالا ممکنه اسرائیل هم یکی از مشتریان این شرکت‌ها باشه. دیگه این ارتباطی به ما نداره. نزدیکی‌های انقلاب 57 این خط لوله مخازنش حدود 800,000 تن نفت خام ایران تو خودشون داشتن که ارزشش اون زمان نزدیک به 120 میلیون دلار بود. 40 سال بعد از انقلاب با شکایت ایران و بعد از طی شدن روند دادرسی طولانی، یه دادگاهی توی سوئیس اسرائیل رو در پرونده این شرکت به پرداخت 1 میلیارد و 200 میلیون دلار غرامت به ایران محکوم میکنه. خیلی از جزئیات این پرونده اطلاعات خاصی منتشر نشد. یه دلیلش این بود که فرمانی موسوم به حکم رازداری از سمت نخست وزیر اسرائیل به امضا رسید که انتشار جزئیات این دعوای حقوقی را به دلیل مضر بودن برای امنیت داخلی و روابط خارجی ممنوع کرد. روابط تجاری ایران و اسرائیل تا پایان حکومت محمد رضا شاه کلاً رو به توسعه بود. اسرائیل به ایران تجهیزات صنعتی و پزشکی میفرستاد، به جاش تولیدات کشاورزی میگرفت. سلاح میداد، نفت میگرفت. متخصصین ایرانی را آموزش میداد. حجم صادرات اسرائیل به ایران در سال 1351 33 میلیون دلار بود و این عدد در پایان دوره حکومت پهلوی به 227 میلیون دلار رسیده بود. در مدت 30 سال رابطه دو فاکتور روابط انقدر عادی و نزدیک شده بود که شرکت هواپیمایی اسرائیل روزی یه پرواز رفت و برگشت به مهرآباد تهران داشت. این رابطه روز به روز گسترده تر می شد و شاید بخش اصلیش هم در زمینه امنیتی و نظامیش بود. دلیلش هم تهدیدایی بود که قبلتر گفتم.
ایران از سمت کشورهای مختلف به خصوص عراق تهدید میشد. عراق به شوروی نزدیک شده بود و